چند سال داریم ماهیگیری به فاضلاب رو ریختن تو خارون، آب کثیف آلوده لاشه بلند نسبت سگ گاو هر حیوانی که بیاد جلومون رد میشه. اینجا لجن زیاده، آب کثیفه، ما چطور آب بخورید؟ به این مسئولی کجا خوابیدن؟ چرا اهمیت نمیدن؟ همینجا پشت میز نشستن هیچ کار اهمیت مردم نمیدن. این آب اهوازه، این کارونه نمیرسن، به کار ما نمیرسن. آب فاضلاب بود بعد میگن مریضی میاره، بابا میاره، نمچی میاره، از چی میاره؟ بابا کجا میاره؟ بابا از همین این فاضلابه، فاضلاب محلات، یعنی حساب فاضلاب دستشویای مطبوع مردم که بیاد کجا میاد؟ میاد اینجا میریزه جلو ما، بعد از یه ساعت ما میریم خونه تشنمون میشه، ما اینه میخوریم. اینه کی گفته؟ خدا وکیلی. ما انسان نیستیم. یا چون به فاضلاب ها رو این کاری بکنن بریزن جای دیگه بره، نبره تو شکم ما خودمون بره بخوریم. این کارش بکنن برام. ببین یه همش تاثیر لجن و کثافت و این چیزایی که بهمون میدن میخوریم. باید الان که پورش قرمز مثل طلا باشه. الان ببین حتی مایا رنگ لجن گرفت. خدا راضی میشه این چیز بهمون میدن بخوریم.